یک سوال دیگر آمده رسید از دامنو، میگویند اگر کسی از بازار از پیشی سوداگر نیو بلکه از طرف دیگری سوداگر پول یافته است و همان پول را گرفتن اجازت هست و اگر گرفته باشد چی می شود؟ یعنی حکمش چی می شود؟ این لقطه است. لقطه یعنی چیزی از زمین یافته. اگر چیزی ناچیز باشد گرفتنش ممکن است. چیزی ناچیز مانند یک سامان مثلا، اگر در عرف همون چیز ناچیز باشد این چیزهای گرفتنش ممکن است. دلیلش اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در راه یک دانه خرما را دیدن، گفتن که اگر نمی ترسیدم که این خرما از صدقه هست میخوردم. گفتن و پیامبر صلی الله علیه و سلم خرمای صدقه ممکن نخوردنش. گفتن که انها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. صدقه بر محمد و بر خویشاوندان محمد صلی الله علیه و سلم خوردنش حلال نیست. گفتن حلال نیست. بنابراین با نشود که همین یک دانه خرما از آن صدقه باشد و من چیزی یعنی که ناپاک را خورم. گفته نخوردن، یعنی اگر رفت و از آن صدقه نمیشد میخوردم. گفتن این دلالت نداره که چیزای ناچیز از کوچه گرفتن ممکن است، لیکن چیز وقتی که علاقه قیمت دار هست و باید اعلان کند، یعنی استفاده نبرد. اعلان میکند، اگر که صاحبش نآمد بعد استفاده میبرد، اگر رفت و صاحبش آمد برمیگردد.